همچین تصویر استدیویی جذابی داشته باشه. اولین اقدام اینه که میز و بک‌گراند رو با پارچه یا مقوای مشکی پوشش بدیم. مسئله دوم اینه که میز رو از بک‌گراند فاصله بدیم تا بتونیم اون حالت خلا و هرچه بهتر به وجود بیاریم. 2 منبع نوری رو در سمت چپ و راست محصولات قرار میدیم با زاویه 45 درجه. میتونید برای جذابیت بیشتر از کلوین متفاوت استفاده کنید. مثلا از نور زرد و سفید. سعی کنید در چینش صحنه تقارن به وجود بیارید و هر چیزی هارمونی داشته باشه، چه از لحاظ رنگی چه از لحاظ سایز. توی اینجور تصویر برداری ها فوکس ممکنه شما را اذیت کنه. با رعایت کردن فاصله کانونی صحیح میتونید این مشکل رو برطرف کنید. خب حالا میتونید فیلم برداری رو شروع کنید با استفاده از اسلایدر دستساز یا شرکتی که ما طریقه ساخت اسلایدر دستساز رو بهتون آموزش خواهیم داد. اصلا مهم نیست که این کار رو از چپ به راست انجام بدید یا از راست به چپ، چون تمام این موارد توی تدوین قابل تغییره. امیدوارم که این فیلم واسهتون مفید بوده باشه و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. لایک و شیر فراموشتون نشه.